یا یه بار واسه همیشه تنظیم این مدل پخش پایینه رو بهت یاد بدم. یاد باشه ضبطایی که تنظیمشون با این یکیه رو تو کپشن واسهت نوشتم. ولوم فشار میدی، میای تو قسمت آودیو، EQ setting، کاستوم 1 تنظیم دستی، 8 کیلوهرتز، 2.5 کیلوهرتز، اینا مربوط میشه به صداریز. میتونی ببریشون بالا، میتونی بیاری پایین. 80 هرتز بیس بانداته، اینو معمولا بذار روی -1 یا -2. 250 هرتز صدای بمته، اینم معمولا میذارن روی 0. 800 هرتز صدای میانیته، میتونی بذاری روی -3. میای بیرون. لودنس اینو همیشه بذار روی های تا سیستمت قوی تر بزنه. ساب بوفر نورمال، ساب بوفر کنترل. فرکانس ساب میخوای روی استاندارد ترین حالتت باشه، میذاری روی 80 هرتز. یه دونه میزنی میای روی گین ساب، میتونی گین سابتو ببری بالا، میتونی بیاری پایین. میایم بیرون. بعدی بیس بوست سیستم داری، اینو همیشه بذار روی حالت 0. HPF اگر ساب بوفر داری اینو بذار روی 200 هرتز که باندات بیس نده. اگر ساب بوفر نداری اینو میتونی بیاری پایین که از باندات بیس بگیری. بعدی SLA همیشه گفتم تو ولوم پایین میخوای صدات زیاد باشه میتونی اینو ببری بالا، میخوای نه ولوم بالا بدی میتونی اینو بیاری پایین. گزینه فدر بالانس واسه چپ و راست کردن باندات. تمام.